در کجا هستند فرزندان من؟ ترک من بنموده دلبندان من. مانده ام من بی کس و خوار و غریب، رفته از من خویش و پیوندان من. چون مرا فرزند من غم دیده کرد، آه فرزندم مرا شرمنده کرد. خوار بنمود مادرش را بهر زن، وز چنین رفتار قلبش خنده کرد. کرده من با رنج فرزند را کلان، خواب نکرده بهرشان روز و شبان. ترک من کرد و کنون تنها منم، در غریبی با دلی غمها منم. کس ندارم بشنود آهی مرا، هم نمی سازد کسی یاد مرا. آه فرزندم مرا غم دیده کرد، نزد دوست و دشمنم شرمنده کرد. بی کس و بیچاره گردیدم بسی، اشک چشمم را بر روی دیده کرد. خوار و ناچارم نمود فرزند من، در غریبی ماند و رفت پیوند من. با هزاران آرزو کردم کلان، نحل آرزویم شکست و شد خزان. از جهان گم گشته شد آدمگری، چون ز فرزند رفت مهری مادری. ترک مادر کرد و رفت پیوند من، یا خدا بخشا که او فرزند من. در کجا هستند فرزندان من؟ ترک من بنموده دلبندان من. مانده ام من بی کس و خوار و غریب، رفته از من خویش و پیوندان من. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز متاسفانه در وطن ما و شما هم در هر یک ولایت ها خانه پیران سالان قرار دارد و در هر یک خانه پیران سالان هزاران پدران و مادران خوار و زار زندگی بسر میبرند. و این هم از سبب اونه که بسیاری از فرزندان به گپ‌های زنهای خود در آمده و به مال و دنیا داده شده و از پدر مادر روی گردانده و نامه اعمال خودش سیاه کردن. دوستان من، در موعظه های پیش هم چندین مراتب می گفتیم که این دنیا، این مال و دنیا، این زن دنیا پیدا کردن علاجی دارد، اما پدر و مادر برای فرزند یک مرتبه یک همچون نعمت داده شد. و امروز که ما و تو برای پدر و مادر وقت جدا نکنیم، چه خیلی گفتیم وقت روزی ما و تو را از پدر و مادر جدا می کند. این انسانی که پدر و مادر را در خانه پیران سالان گذاشتی و خود در راحت و فراغت قرار داری، یک لحظه از عذاب قبر، از عذاب روز محشر به یاد بیار و به حرمت الله وقتی توبه شد توبه کن و در حال مادر را از آنجا به خانه گرم و با اون خوراک های شیرین خود پرورش کن. برای مثال زنی به شوهرش همیشه از مادر بدگویی میکرد. آخر روزی رسید که به شوهر تهدید نمود، گفت یا با من باش یا با مادرت. مرد ناعلاج ماند و قرار داد که مادرش را به جنگلی دوردستی برده میپرتاید. زن از این قرار مرد اظهار خوشحالی کرد. روز دیگر مرد مادرش را به جنگلزار دهشتبار برد و روی سنگ نشاند. بعد چند لباس های دیگر پوشید و خود را ظاهرا تغییر داده در سیمای ناشناس نزد مادر برگشت. دید که مادر گریه دارد. پرسید ای مادر، چرا گریه میکنی؟ مادر گفت پسر مرا اینجا گذاشت و رفت. جنگلزار پر از حیوانهای وحشی است، میترسم که حیوانی به او در نیفتد. این مرد گفت به حالی پسر چرا دلت میسوزد در آن حالی که تو را اینجا پرتافته رفت؟ مادر گفت دل یگان مادر نمیخواهد به فرزند غضب کند. آنگه مرد زود مادرش را گرفت و خانه روان شد. دوست من، در زندگی بسیار حالتا، اگر با شما رو بگم 80% زنهایی که مادر را از شوهر جدا میکنند، خل در کوچه سرسان یا که در خانه پیران سالان میگذارند، روزی میرسد که شوهر خود را سرسان سرگردان میکنند. لیکن مادر به همه این نگاه نکرده، حتی در خانه پیران سالان باشد هم فرزندم، جگربندم گویم
تو را نوازش می کند. پس به حرمت الله، الان که مادر اگر زنده باشد، الان که مادر دعاگوی توست، دوان به اون خانه پیران سالان رفته و مادر را از آنجا در حال به خانه خود بیار تا که به غضب الله سبحانه و تعالی دچار نگردی. الله سبحانه و تعالی همه پدران و مادران را در حفاظت خودش نگه دارد و صاحبان سری ما فرزندان کند و آن پدران و مادرانی که ترک دنیا کرده یان غریق رحمت شایسته جنتش گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام، دوست برادری شما، امید رحمت.